مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 22 سپتامبر سال 2022 از آشکار شدن سلسله قلابی‌ها در نوحه رودکی خبر داد و گفت یک جوانزن 28 ساله از این نوحه به آن ایبدار می شود که دست به فریب مردم زده و 3 زن دیگر از نوحه رودکی را به مبلغ در عموم بیش از 270,000 سومانی فریب داده است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، در اول به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوحه رودکی با عریضه زن 30 ساله ساکن نوحه مذکور مراجعت نموده است که ماه ینور سال 2022 زن 28 ساله ساکن نوحه ذکر گردیده با روی فریب به باوریش در آمده از او 100,000 سومانی گرفته وعده داده است که از شهر دبی برایش متاعهای گوناگون می‌آورد، اما مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. در رفت تفتیش معلوم شده است که همین جوانزن با همین رو در همان ماه ینور سال 2022 به باوری زن 64 ساله ساکن نوحه رودکی در آمده از او 100,000 سومانی گرفته وعده داده است که از شهر دبی برایش متاعهای گوناگون آورده بعداً مبلغش را برمیگرداند، اما او را هم فریب داده گریخته گشته است. وزارت کارهای داخلی می‌افزاید که گمان برشونده با همین طرز و اصول باز هم در همان ماه ینور سال 2022 به باوری زن 35 ساله ساکن نوحه رودکی در آمده از او برای به تجارت مشغول شدن مبلغ 71,600 سومانی گرفته تا حال او را هم فریب داده مبلغ گرفته‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. از روی این حادثه و تفتیشات ادامه دارد. به این جوانزن برای قلابی جریمه هنگفت و یا چند سال حکم زندان تهدید میکند، ولی در هر صورت او باید اول ضرری رسانیده‌اش به جبر دیده ها را جبران کند. وقتهای آخر در تاجیکستان موردهای قلابی افزایش یافته است و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تقریبا هر روز درباره آشکار شدن موردهای نو به نو قلابی از جانب شهروندان خبر میدهد. بنا به امور وزارت کارهای داخلی در نیمه اول سال 2022 در مجموع 1144 حالت قلابی و نیمه اول سال گذشته 1481 مورد قلابی ثبت شده است، ولی شماره واقعی حالتهای قلابی خیلی بیشتر است، چون که بسیاری از قربانیان قلابان به مقامات مراجعت نمی کنند.